تا حالا شده حس کنی کسی تو را صدا میزند، اما وقتی میبینی هیچ کس آنجا نیست. یا فکرهایی بیاد در ذهنت که اصلاً مال تو نیست. اسلام میگه شاید اینها فقط خیال نباشد. قبل از تماشای ویدیو کانال هدایت تیوی را سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما کافی است که ویدیو را لایک کنید. در قرآن کریم آمده که جنها موجودات واقعی اند. آنها از آتش بدون دود آفریده شدند. آنها مثل ما دیده نمی شوند، اما در کنار ما زندگی می کنند. آنها هم مثل انسان ها حق انتخاب دارند. بعضی مؤمنند و بعضی خطرناک. اما در میان آنها موجودی هست که از همه خطرناکتر است، که نامش ابلیس است. او زمانی در میان عبادت کنندگان بود، اما وقت خدا به فرشتگان فرمان داد به آدم سجده کنند، او تکبر کرد و از سجده کردن خودداری نمود و از همان لحظه قسم خورد انسانها را گمراه کنند. اما شیطان چطور حمله می کند؟ نه با زور، نه با شمشیر، بلکه با نجوا، با افکاری که آرام وارد ذهن می شود. مانندی تو نمی توانی، هیچ کس تو را دوست ندارد، این کاری بد نیست، و کم کم انسان را از درون ضعیف می کند. اما یک راز مهم وجود دارد. شیطان هیچ قدرتی برای اجبار ندارد و فقط وسوسه می کند. اگر انسان به خدا پناه ببرد، همه چیز تغییر می کند. فقط با گفتن یک جمله ساده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم می توان تمام آن تاریکی را از بین برد. شاید جنها را نبینی، اما اثراتشان را حس می کنی و شاید شیطان را نشناسی، اما صدایش را بارها شنیده باشی. سوال اینجاست وقتی آن صدا را شنیدی تو به کدام سمت می روی؟